خوب گوشاتون رو واکنی، اوضاع خرابه. منم نه وقت اضافی دارم نه حوصله. مقام حالشون خوب نیست چون بدجور اوضاع خرابه. تو کانادا اون قاچاقچی محترمی که بابون کار میکرد گرفتن، تو آلمان هم همینطور، تو تونس هم که گرفتن، تو سوریه هم که برای بچه بدجور گرفتن، تو لیبی هم این طرف. خلاصه از هر طرف که مقام اوضاع نگاه میکنه خبرای بد بهش میرسه. از سوریه، از داستان کنفرانس جده و اون داستان هماهنگی و بحث‌های تحریم و خلاصه کل حرفایی که نمیخوام اینجا بگم. از چپ و چهار سمت به سمتشون هجوم آورده، حالشون گرفته است. چهارچرخ هوا باعث که اورژانسی برن بالا سرشون برای تعویض روغن استراتژیکی. بنابراین دیگه مجری پجری گذاشتیم کنار، یه راست اومدیم اینجا تون سوالاتون رو بکنین. عرض کردم نه وقت اضافه دارم نه حوصله. اول تو بگو ببینم که این پامپا می‌کنی مثل این کسایی که خلاصه خیلی عجله دارن. بگو ببینم سوالت چیه؟ آقای دکتر، با توجه به روند جریانات سوریه و خطراتی که نظام رو در سوریه تهدید میکنن، اگه اوضاع بالا بگیره چی میشه؟ یکی آقا رو اگه اوضاع بالا بگیره چی میشه؟ بالای کجا رو دیگه بگیره؟ از این بالاتر کجا رو می‌خواستید بگیره؟ مرحوم عوضی همیشه می‌فرمودن بذار بهادر است می‌کردن بله، می‌فرمودن که به مشنگه گفتن پاشو بریم مجلس ختم، بابات مرده. گفت غلط نکنم یه اتفاقی افتاده شما نمی‌خواید به من بگی. آقا رو یه سوال درست بکن ببینم مثل مال این نباشه ها. خب این که یک گروهی از مردم هم با آقای بشار مخالف باشن که اشکالی نداره. چرچیل گفته از مخالفت ها نترسید. بادبادک فقط وقتی میتونه بالا بره که با باد مخالف مواجه بشه. اما مرحوم عوضی همیشه میفرمودن بذار بهادر عرض کردم بله، میفرمودن ماشینم وقتی داغون میشه که شاخ به شاخ با یه ماشین گنده از روبرو تصادف کنه. فهمیدی یا نه؟ مگه عقلمون کمه که نترسیم؟ یه سوال درست بی. چرا علیرغم حضور آقای احمدی نژاد در کنفرانس جده بازم عضویت سوریه رو معلق کردن؟ چرا ایشون نقشی در اونجا ایفا نکرد؟ چرا ایشون نقشی که ایفا کردن منتها نقششون یه کمی فرعی بود. از اولش بی مسما پا شد رفت اونجا. بهش هم گفتم خر نشو نری اونجا، ولی گوش نکرد. این میدونی از اوناست که هیچ وقت یک اشتباه رو دوبار تکرار نمیکنه. قشنگ یه 6 بار تکرار میکنه که مضحکه خاص و عام بشه، همه حسابی به ریشش بخندن. اینقدر که من برای این بحث استراتژی کردم و مایه گذاشتم، اگه به دست بیل آب داده بودم تا حالا میوه داده بود. خلاصه رفتنش به جده حکایت همون یاروه شد که رفت توی مجلس جشن شروع کرد رقصیدن. حالا نرقص کی برفت؟ گفتن شما کی هستی؟ گفت من فامیلای دامادم. گفتن اشکالی نداره ها، ولی اینجا جشن تولده. اما داشت همینو میگفتم که در مورد نقش آق محمود اونجا تو جده. من یه شاگرد شوفری داشتم رفته بود هنرپیشه بشه، چون وضع مالیش خوب نبود، کیفش شده بود، کیف پولش شده بود عین پیاز، هر وقت بازش میکرد اشکش در میومد. به هر حال رفت هنرپیشه بشه. اونجا بهش گفتن این نقشی که برات داریم کوتاهه. گفت اشکالی نداره. گفتم پولم بابتش نمیدی. گفت اشکال نداره، بازی اولمه، بعدن حتما میدی. گفتن که تصویرت هم نشون نمیدی. گفت باشه. گفتن که تو اتاق بغلی یه گلدون محکم میخوره تو سرت، باید بگی آخ. گفتش که خب این آخ رو بلند بگم یا یواش؟ گفتم مهم نیست، صدا دوبله میشه. میخوام بهت بگم که نقش ما الان تو معادلات بین‌المللی یه همچین چیزاییه. آقا محمود پا میشه تلک و تلک میره عربستان، علیرغم راهنمود استراتژیکه با اون فضاحت که تاکسی هم نمیفرستن دنبالش. بعد آخرش هم حاصل کار این میشه که بشار اسد رو با تیپا از کنفرانس اسلامی میندازن بیرون، معلقش میکنن که چجور که تارها معلق بزنه. این چه معامله توی دنیا با دوستان نظام میکنن؟ مثلا اون زوار معصوم رو توی سوریه وسط درگیری‌های دمشق دستگیر میکنند و از توی جیبشون کارت سپاه بیرون میکشن. آدم نمیدونه که توی این دنیای نامردی و توطئه چه کار باید بکنه. یه موقع سرمون رو میذاشتیم رو شونه مرحوم عوضی گریه میکردیم، الان باید بذاریم رو شونه تخم مرغ گریه کنیم. مقام عظما واقعا مظلوم واقع شدن این وسط. گردنشون همیشه بوی گند میده، چون هر کی هر جای دنیا گند میزنه میندازه گردن ایشون. یه کشتی رو توی دریایی با پرچم نمیدونم زنگبار تانزانیای کجای میگیرن، بعد میندازن گردن ایشون. اون کشتی داره قاچاق میکنه، ایشون چیکار کنه؟ میگن کار نظامه. عجیبتر این که دنبالم میکنن میبینن همینطوری هم هست، کار نظامه.
یارو قاچاقچی‌ها رو تو آلمان گرفتن که تجهیزات اتمی میفرستادن ایران، میگن کار نظامه. $100,000 ناقابل رشوه به یه مقام کاخ سفید یکی داده، میگن کار نظامه. یه بانک انگلیسی معامله قاچاق کرده، میگیرنش میگن کار نظامه. این که هیچ، نامردا $340 میلیون زبون بسته جریمه‌اش میکنن، اونم که از جیب باباش نمیده که، همه پولای خودمونه که اینطوری دور میزنه جیرینگی میره خرج بیمه میکنه و از این حرفا. یارو تاجر چینی رو تو سیاتل آمریکا میگیرن که داشته تفلی فولاد قاچاقی میخریده برای بمب، میگه که کار نظامه. از قدیم گفتم فقط کسی مرتکب اشتباه نمیشه که هیچ کاری نمیکنه. بنابراین منم نصیحتم به همه شما و از جمله مقام عظما اینه که خب یه مدتی هیچ کاری نکنیم، ولی ایشون گفتن نمیشه، اوضاع سه‌تر از این حرفاست که هیچ کاری نکنیم. سوال بعدی: چرا در حالی که حادثه تو مملکت اتفاق افتاده بود آق محمود رفتن جده؟ اتفاقا آقا محمود هم رفت محل حادثه. چه حادثه ای دیگه؟ چی می‌خواستی؟ حادثه از این بدتر قربونت برم الهی، تلفاتش هم سنگینه. مقام عظما رو ندیدی؟ دمر افتادن رو زمین تو بیت خودشون. راه حلای معمولی هم دیگه برایشون جواب نداره. دردشون درد معمولی نیست. مرحوم بابوی همیشه می‌فرمودن بزن بهادر. عرض می‌کردم بله. می‌فرمودن که به کچله گفتن تو از چه شامپویی استفاده می‌کنی؟ گفت هیچی، من از شیشه پاک‌کن استفاده می‌کنم. ایشون هم راه حلاشون فرق میکنه. من خودم به عنوان دکتر استراتژیکی 3 بسته خاک براشون تجویز کردم که هر 8 ساعت بریزن رو فرق سرشون. دیگه فرصت سوال جواب نیست، همه ساکت، باید برم به ایشون سر بزنم تا تبشون بالاتر نرفته.